وای خدای من، سوره کوثر کلاً 10 تا کلمه داره. هر آیه از 10 نوع حرف ساخته شده. بیشترین تکرار یک حرف در سوره کوثر مال حرف الفه که 10 بار تکرار شده. 10 حرف الفبا هستن در سوره کوثر که فقط 1 بار تکرار شدن. تمام آیه های این سوره با حرف ر به پایان میرسه که حرف ر 10مین حرف الفبای عربیه. مگر داریم؟ مگر میشه اصلا همچی چیزی؟ کل این سوره با حرف ر به پایان میرسه که فقط 10 تا سوره در قرآن هستند که با حرف ر به پایان میرسن که سوره کوثر 10مین سوره است. این سوره راجع به نحر و قربانی کردنه که مسلمانان در 10 ذوالحجه قربانی میکنند. این سوره با کلمه انا شروع شده. اولین آیه‌ای در قرآن که با کلمه انا شروع میشه 10 کلمه داره. من واقعا دیگه نمیدونم چی بگم. قضاوت با من و شماست که این قرآن رو یک انسان یتیم و بی سواد نوشتتش یا یک نیروی برتر تونسته این نظم و این ساختار ادبی رو به قلب محمد وحی بکنه.